خب سلام دوباره. اندیکاتور بعدی که میخوام در خدمتتون باشم اندیکاتور EMA یا همون مادر اندیکاتور هاست. گفتیم اندیکاتورها روی چارت اضافه میشن و ما میتونیم از این اندیکاتور برای پیشبینی آینده قیمت استفاده بکنیم. اندیکاتور EMA یا همون میانگین متحرک نمایی که میگیم Exponential Moving Average یکی از انواع میانگین متحرک هاست. برای اضافه کردن این اندیکاتور روی چارت میریم قسمت اندیکاتور یا همون Indicators تایپ میکنیم EMA Moving Average Exponential کلیک میکنیم و میتونیم اینجا روی چارت ببینیم که به صورت یک خط برای ما ظاهر شد. ما میتونیم مووینگ اوریج ها رو به سلیقه خودمون و بر اساس استراتژی که داریم تنظیمشون بکنیم. در حقیقت مووینگ اوریج ها میانگین قیمتی بر اساس این کندل ها رو برای ما نشون میدن. مثلا اینجا اگر کلیک بکنیم روش قسمت اینپوت میگه شما میخوای چه تعداد از کندل ها رو اینجا برای خودت میانگینشون رو بیاری. من میگم مثلا به تعداد 20 کندل. اوکی؟ میبینیم که شکلش تغییر پیدا کرد و مثلا مووینگ 50 رو هم میخوام اضافه بکنم. EMA دوباره مووینگ اوریج کلیک میکنم یه مووینگ دیگه واسه هم اومد. قبلی رو تنظیم میکنم روی 20 استایل، حالا این رو سفید میکنم. اوکی و اندیکاتور مووینگ اوریج بعدی که روی چارت اضافه کردم دوباره کلیک میکنم روش و تنظیماتش رو برای من میاره. روی اینپوت عدد 50 رو می نویسم. این شد مووینگ اوریج 50. استایل مثلا رنگش رو به رنگ زرد و یک کمی هم ضخامتش رو بیشتر میکنم که برام روی چارت معلوم باشه. خب از این مووینگ اوریج ها چطور میتونیم استفاده بکنیم در پیش بینی آینده قیمت؟ زمانی که مووینگ 20 همین خط نازک از بالا مووینگ 50 رو به سمت پایین قطع میکنه من میتونم ریزش قیمت رو پیش بینی بکنم و بالعکس زمانی که مووینگ 20 مووینگ 50 رو به سمت بالا قطع میکنه من میتونم افزایش قیمت رو پیش بینی بکنم که در تایم فریم ها این قضیه با هم دیگه فرق میکنه. اینجا الان روی تایم فریم 3 دقیقه هستیم، میتونم بذارم روی 5 دقیقه. اینجا قیمت اومده بالا، مووینگ 20 50 رو به سمت بالا قطع کرده و کندل ها هم اومدن بالای مووینگ 50. پس من اینجا میتونم خریدم رو انجام بدم. اینجا میخرم و زمانی که مووینگ 20 50 رو از بالا به سمت پایین قطع میکنه میتونم از معامله خارج بشم و از این حرکت سود خودم رو در معامله بای بگیرم یا بالعکس قیمت میاد و اینجا مووینگ 20 50 رو به سمت پایین قطع میکنه و کندل ها قیمت میاد پایین مووینگ 50 و من میتونم از این ریزش سود خودم رو در جهت سل و فروش بازار بگیرم. پس این هم از مووینگ اوریج ها. تاییدیه‌ای که باید بگیرم توی این قضیه تاییدیه کندلی هست. یعنی زمانی که قیمت داره رنج میزنه و کندل ها مووینگ 20 رو به سمت بالا قطع کردن و دوباره از مووینگ 50 به سمت بالا حرکت کردن، میام تاییدیه کندلی میگیرم، میگم این کندل بالای کندل قبلی بسته شده و این کندل هم دوباره بالای
کندل قبل خودش بسته شده و اینجا میتونم وارد معامله خرید بشم و از صعود قیمت میتونم سود خودم رو از مارکت بگیرم. و اینجا زمانی که قیمتی همون کندل ها میان مووینگ 20 رو به سمت پایین قطع میکنن و از 50 هم رد میشن، من دوباره میتونم معامله سل خودم رو اینجا بگیرم و از نزول قیمت سود خودم رو بگیرم. پس این هم از اندیکاتور مووینگ اوریج. مهمترین اعداد مووینگ اوریج ها مووینگ 5 10 20 25 50 100 و 200 هست. من در کدوم تایم فریم ها میتونم از مووینگ 200 مثلا استفاده بکنم؟ هر چقدر تایم فریمتون رو ببریم بالا باید از مووینگ های بالاتری استفاده بکنین. مثلا در تایم دیلی یا همون روزانه من دیگه نمیام از اندیکاتور مووینگ اوریج 20 استفاده بکنم، من میام این اندیکاتور رو به 200 تغییر میدم و این اندیکاتور هم به 50. در تایم فریم های پایین تر 20 و 50 بود، اینجا میام 250 رو لحاظ میکنم و زمانی که قیمت کندل ها مووینگ 50 و 200 رو به سمت بالا قطع میکنن، من میام معامله خریدم رو انجام میدم و از صعود قیمت سود خودم رو میگیرم. و زمانی که کندل ها از مووینگ 50 به سمت پایین حرکت میکنن، منتظر میشم تا مووینگ 50 بیاد و مووینگ 200 رو به سمت پایین قطع بکنه و اون موقع من میتونم از نزول قیمت، پایین اومدن قیمت، سود خودم رو بگیرم. پس این هم از روش استفاده از مووینگ اوریج ها.